در جماعت دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین‌های نزدی‌حولیگی به یکی از سمت‌های اساسی تامین روزگاری مردم تبدیل یافته است. ساکنان با درک اهمیت هر وجب زمین آن را برای پرورش سبزیجات و پالایش‌ها بنیاد باغ‌های خرد و مخصوصاً گرمخانه‌ها استفاده می‌برند. این اقدام نه تنها به تامین امنیت اوضاع‌قواری بلکه به بلند گردیدن درآمد خانوادگی نیز مساعدت می‌نماید. مثلا در حوالی حکیم جان جورایف هرچند فصل زمستان است در زمین سرپیاز ماه اکتبر شنانده شده ماه اپریل آماده می شود. از زمین‌های گرمخانه باشد در یک سال 3 حاصل گرفته می شود. از کاشنش کاشتگی ما بعد از کاشنش ما من اینجا بادری میشنانیم. سال بادری یک همه 40 روز به تیار میشه. 40 روز 60 روز به تیار میشه. سال این بادری گرفته بعد از وای کرامه یا با همه بادری میشنانیم یک سال به همه 3 بار اینجا حاصل میگیریم. زمین با اگر کار کنیم اگر رزق ما همه از زمین میگیریم. سالهای آخر شماره گرمخانه‌ها در حدود ناحیه جبار رسولوف از جمله جماعت دهمای به مراتب افزوده است. دهقانان صاحب تجربه دههای زردار، گلستان و دهمای در گرمخانه‌های نزدی‌حولیگی پامیدار، بودرین، قلمفور، کبودی و دیگر محصولات سرطلب را پرورش می‌کنند. با شرافت اقلیمی مساعد و مهنت پیوسته حاصل 3-4 مراتبه در یک سال به دست آمده بازارهای محلی و ولایتی را با محصولات تر و تازه تامین می‌سازند. بسیار عائله‌ها محض از حساب گرمخانه‌ها منبع استواری درآمد پیدا نموده سطح زندگی خود را بهتر کردند. سال یکم است این تجربه رو کاربست میکنیم. 1 ماه شد در زمینمان پامیدار شنانده. حاصل فراوان انتظاره. با فرا رسیدن بهار در این منطقه کارهای کشت و کار رنگ تازه میگیرد. دهقانان عین حال به شدگاری زمین، تیار نمودن تخمی، نور اندازی و شناندن نهال‌ها آغاز نمودند. ساکنان جماعت دهات دهمای باور دارند که مهنت صادقانه به زمین برکت می آورد. استفاده درست زمین‌های نزدی‌حولیگی، بنیاد گرمخانه‌ها و آغاز متشکلانه کشت بهاری زمینه مهمی فراوانی دسترخوان و رشد اقتصادی محل به شمار می رود. در این گرمخانه بیش از 2000 بیخ پامیدار شنانده شده است. چون می بینید به طور خاص آن آماده کرده می شود و ماه می به حاصل می درآید و به بازار انتقال داده می شود. این منبع درآمدی اهل این خاندان است. مستان محیدی لازاده، اعظم جان شریفوف، اخبار.